به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر وحدت عریضه پیرزن 71 ساله ساکن شهر مذکور وارد گردیده است که 7 ماه سال 2024 تخمیناً ساعت 20:00 دقیقه شخصان نامعلوم به طریق پنهانی به منزل استقامتیش در آمده از آنجا 30,000 سومانی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوانزن 19 ساله ساکن شهر وحدت دستگیر کرده شد. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که مردان 32 و 33 ساله ساکنان شهر استرافشان 23 فوریه سال 2024 با روی فریب به باوری مرد 30 ساله ساکن شهر مذکور در آمده خود را همچون راننده автомашین های بارکش بین دولتی معرفی نموده با وعده در مدت کوتاه به فدراسیون روسیه دسترس نمودن از نام برده 837 عدد ظرف‌های 1 لیتره استحصال خارجی را به مبلغ 1,571,400 سومانی گرفته آنها را به تصرف خود درآورده به احتیاجات خود صرف نمودند. اوید بین حادثه نسبت گمان شوندگان پرونده جنایتی با مقصد 4 ماده 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. و شعبه وزارت کارهای داخله در شهر ترسونزاده با عریضه مرد 36 ساله ساکن نویه شهر نو مراجعت نموده است که 13 ماه سال 2024 تخمیناً ساعت 23:00 دقیقه هنگامی در محله دوم شهر ترسونزاده قرار داشتنش 2 نفر شخصان نامعلوم به اساس او را لطکوب نموده با طریق زورآوری از دستش یک عدد تلفن موبیل تمغه ردمی و 450 سومانی را تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. هنگامی گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوانان 19 ساله و نابالغ 18 ساله ساکن شهر ترسونزاده با گمان صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شدند. اوید بین حادثه و تفتیشات ادامه دارد. 19 ماه سال 2024 تخمیناً ساعت 12:00 دقیقه راننده автомашین بارکش تمغه اورال احمدوف قربانعلی سال تولد 1966 ساکن نویه رودکی هنگام حرکت در روی اتومبیلگرد دوشنبه کولوب در کیلومتر 66 در حدود نویه دنغره از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده به автомашین تمغه نیسان تحت دوره سفولوف نادرجان سال تولد 1998 ساکن شهر دوشنبه برخورده است. در نتیجه مسافران автомашین تمغه نیسان خواجه نظروف تاج محمد سال تولد 1974 اشور و دو نگل سال تولد 1974 ساکنان نویه فرخور جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستر گردیدند. مسافر دیگر این ماشین قلندروف احمد جان سال تولد 1971 ساکن نویه مذکور جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. اویل بین حادثه تحقیقات ادامه دارد.